شما لطفا سریع برای ما محاسبه کنید که چند لیتر آب یا چه مقدار آب در این مخزن جا میگیره. ببینید این حدوداً اندازه نوشابه خانواده اندازه درش کجاست که این مواد توش عزیز من به در شما فرض کن درش این بالا هست، این بالا از این بالا مواد رو یا هر چیزی یا آب شما خب اون آبی که شما دقیقاً کجا در نداره چون عزیز من بالا درش هست. شما فکر کن فرض کن بالا در این هست و در رو برمیدارن آب میریزن توش. خب کو درش اصلا مهم نیست کجاست، این بالای این مخزن در قرار داره و این در بلند میشه آب میریزن. اصلا شما مهم نیست به اون فکر نکن، مهم اینه که داخل حجم. آقا لطفا ساکت باشید. بگیرید پول بگیرید. لطفا سریع محاسبه بفرمایید وقت بچه‌ها رو میگیرید. هیچ آب درش جا نمیگیره. چرا درش؟ این سوراخ اینجاش آبش در رفت. آقای محترم شما اصلا مهم نیست، اصلا به این توجه نکنید. شما فکر کنید که کاملا این عایق هست و آبی از این نشت نمیکنه. چه مقدار در این مخزن آب جا میگیره؟ خب این بستگی داره. بستگی به چی داره؟ این دیگه وقتی ابعاد دادیم دیگه به چیزی بستگی نداره. شما این الان اینجا چی نوشتم من؟ چی نوشتین؟ اویل. این نفت. این اگه قبلا توش نفت بوده آب توش نباید بریزید. میگه آب توش بوده، اگه آب توش بوده دیگه نفت توش عزیز من بریزید. ما اینجا درس بهداشت نمیخونیم، اصلا مهم نیست. شما برفرض بفرمایید که فقط اینجا آب باشه درش، قبلا هم هیچی نبوده باشه، در این چه مقدار آب جا میگیره. اصلا مهم نیست قبلا چی بوده، اصلا نوع این مخزن. میشه یک پارچ بیارم آب بریزیم توش ببینیم چی جا میگیره.